رودزنه پایتخت کباب کیلویی گیلان. گوش تو بگیر. اینجا همیشه همینقدر شلوغه. رستوران هشتگ توی رودزنه بهترین کبابا رو داره. خوشمزه ترین کباب متریای گیلان هم بخورید. شعبه اصلی کبابای کیلویی فقط هشتگه و حتی روی سینی کباباشون هم ادعا دارن. من نمیگم، خودشون میگن. ببینید بیشتر از 7 ساله که ما سلطان سینی کبابیم. یه سینی کباب با زیتون و گردو و باقالی بهتون میدن فقط 385 تومن. گوشتاشون هم تازه است و همون لحظه جلوی خودتون میزنن به سیخ. همش گوشت. واقعا کباباشون یه چیز دیگه است. ما شعبه نداریم ولی مرکز ما از همه مهمتر برخورد و پذیراییشونه که حرف نداره. صمیمی و راحتن، طوری که اگه یه بار برین اینجا نمکگیر میشین و میشین مشتری ثابتشون. اگه شما هم مثل من عاشق کبابین، این پست رو بفرستین برای رفیقتون تا برنامه عشق حال این هفته بارونیتون جور بشه. پیجم هم فالو کن که جاهای جذاب بیشتری رو بهت معرفی کنم.